در این ویدیو شاهد یکی از هیجان انگیزترین و جنجالی ترین ورودهای تاریخ انتخابات کشور خواهید بود. محمود احمدی نژاد درست در حالی وارد ستاد انتخابات شد که چیزی نمونده بود در بین جمعیت زمین بخوره و حادثه بزرگی رخ بده. لحظاتی قبل احمدی نژاد به این صورت با وجود شلوغی و هیاهوی بسیار در حالی که توسط جمعیت مشتاق احاطه شده بود برای ثبت نام ریاست جمهوری وارد ستاد انتخاباتی شد. ما اینجا شناس زیاد داریم ولی نامه نداریم. در پاسخ به سوال خانم خبرنگاری که پرسید آیا فکر میکنید تایید بشید یا نه، فقط سکوت کرد و لبخند زد و با همین حرکت ساده همه رو متعجب خودش کرد. او همچنین با اشاره به شناسنامه‌اش گفت این خیلی احترام داره ها، چون ساخت ایرانه، که این جمله ساده ولی پر از افتخار ملی جمعیت رو به هیجان آورد. محمود احمدی نژاد کارش را با یک شوخی بظاهر بی‌مزه به خبرنگاران شروع کرد که برای هیچ کدوم از نامزدها هیاهو نکرد، اما جمعیت را به خنده انداخت. او با خبرنگاران قدیمی که از زمان ریاست جمهوریش با آنان آشنا بود خوشوبش گرمی داشت و حتی خبرنگارانی که باید بی‌طرف خود را حفظ می‌کردند او را تشویق کردند و نشان دادند که چقدر از حضورش خوشحالند. آقای دکتر احمدی نژاد سلام. آقای دکتر حال ما تجمع خبرنگاران و عکاسان برای تهیه گزارش از ثبت نام احمدی نژاد آنقدر زیاد بود که بسیاری از خبرنگاران زن در ازدحام مردها شانسی برای تهیه گزارش نداشتند و این نشان از شوق و هیجان برای پوشش خبری این رویداد بود. نکته جالب امروز حضور بیگی نماینده مجلس در کنار احمدی نژاد بود. در پاسخ به سوال خبرنگاری که از احمدی نژاد پرسید آیا تایید صلاحیت میشوید یا نه، بیگی اینگونه پاسخ داد: امیدوار به تایید صلاحیت هستم. چرا ناامید باشید؟ چه دلیلی برای رد صلاحیت وجود داره؟ چون در دوره گذشته رد صلاحیت شده. دلیل ارائه نکردن که. احمدی نژاد با یک کنفرانس طوفانی تبلیغات رسمی خود را آغاز کرد. او مدعی شد که تنها انگیزش برای ورود به انتخابات دستور ملت ایران بوده که البته باورش برای مردم دشواره. اما به هر حال کنفرانس خبری احمدی نژاد یکی از طوفانی ترین کنفرانس هایی بود که در ستاد انتخاباتی کشور برگزار شده بود. ضمن اظهار لطف و محبت مصرانه از خادم خود خواستند که به این عرصه ورود نمایند. بنده این درخواست‌ها را فرمان ملت دانسته و با افتخار از آن پیروی کرده. حتی احمدی نژاد یک درگیری با مسئولین کنفرانس داشت. وقتی به او تذکر دادند که زمانش به اتمام رسیده، با آنها برخورد کرد و نشان داد که هنوز هم روحیه جنگجویانه خودش را حفظ کرده. جناب دکتر وقتتون تمام شد. متشکرم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. حتما نظراتتون رو در خصوص احمدی نژاد در کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. اگر از این نوع ویدیو خوشتون میاد حتما کانال حواشی شب رو سابسکرایب و دکمه زنگوله کنار آن را فعال کنید تا اولین نفری باشید که ویدیو خفن و جذاب ما رو میبینه.